برای همین نگاه کن مثلا تو کارتون بچه‌ها رو نگاه کن، هیچ چیز غیر ممکنه وجود نداره. بچه‌ها افکارشون آزاده چون فیلترهای کمتری دارن. ما هر چقدر که بزرگ میشیم الان بچه‌ها نگاه کن مثلا فرض کن شاید راه حلش به نظر ما خیلی خنده‌دار بیاد. آره امکان پذیر میشه. ولی ممکنه که ممکن باشه آره با اون یک زمان سفر به ما خیلی چیز خنده‌داری بود. اصلا پرواز کردن انسان یک چیز غیر ممکن بود. برو آقا جون برو خداحافظ بکن. من برام فرقی نمیکنه. دوست دارم ببرم تو فولادو. برو دیگه سبزه برو مستقیم. خیلی خوب. بابا اینم راننده. داری چی؟ بیان کن البته یک چیزم هست شما خیلی راننده. من نگاه نمی‌کنم چطوری فاصله جون الف خوبه قربانی چیو بله نه نگاه فیلم نگیر بالاخره کاتیو بهتر شد یه کنون بله هستون مجید جان بگه مجید الان کلی بشی حالا گردش بهتر نداره بیچاره بخواه از کجا بپری دیوانه ایسا بدبخت شدیم مجید به من چه؟ اصلا من رو بگن چرا خسته بخورم ماشین اینه چونه لقه نه اینجا رو سازه کنی خونه لقش اصلا به ما چه اما مجید یه چیز هم هست نشان احتیاط شرط عقله اون دارن یک موزیک آرام بخش هست لا 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 اپرای دریاچه قو میزن کازانسکی چایکوفسکی خب نبا رسیدیم مجید هوی مجید افسور مجید جدیدیم مجید اول تحریم مجید یکی از باش میزنه به همون دلت خونک میشه